سلام به همه شما، خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های پامپ. مهمون امروز من کسیه که اولین بار که دیدمش یه جمله‌ای به من گفت که من تا امروز تو خاطرم هست. اولین جمله‌ای که عمو فرهاد آیش به من گفت این بود که زر نزن. چه حسی داری عمو؟ توی برنامه چیز بود نه؟ تو برنامه خندوانه بود. داره. من خودم خوب یادم نمیاد. آره ولی چیزی که یادم میاد اینه که همه بهم میگن تازگی‌ها خیلی زر میزنی. بله من گوش نکردم به حرف عمو و همونطور که میبینید دارم هنوز زر میزنی. چرا چیز بدیه مگه؟ نه بچه‌های کوچولو زر میکنن اینا ولی نه زر اگر من به تو یه موقعی گفتم بین یه جمع زر نزن بیا یادم نمیاد. البته اینو شنیدم که به چیز گفته بودی، به امیرحسین فتحی. خیلی خوشحالم از اینکه بدون که یه حس نزدیکی داشتم. بله که وگرنه میگفتم لطفاً تشریف بیارید. دیدی الان بدترین فحش چیه؟ آقای محترم ماشینتون رو اینجا میذارید؟ یعنی این دیگه بدتر از هر چیزی. حالا خوبه زیاد صمیمی نبودید. سلام ملام نباید بکنیم به تماشاچی.